میگوییم با شما تماشابینان عزیز تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی. اینک نشر نوبتی برنامه لذت طبیعت را از دهه درغ ناحیه عینی منظور شما می‌نماییم. در برنامه ساکنان دهه درغ ناحیه عینی سیدرضا نرزیف، رحیم پاینده‌یف و افتخار غفورزاده اشتراک می‌نمایند. خب تهدگی مورم تیار شد؟ تیار. درست است. اکای عبدالرحیم، اکای سیدرضا، تشکر برای یاردم کردن. شما حاضر روید در رمی آغوش طبیعت با یات زرفشان زمزمه کنید. من دیگه قسمت کار را ادامه میدم. سویش بی توقف شد موقع پرواز میکردم. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. آفرین. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. اگر در خواب دیدم بناگه تنتی لیلی، هزارم جام مجنون را به یک آغاز میکردم. از مادرم همین قدر یاد گرفتم، پوست کردم. خوشا از مصرعی سلطان اورنگی
دلم تو غرم آی نازنین تو میرفتی من شوری قیامت ساز میکردم آه یارای نازنینم من از جانی شما گردم آه یارای نازنینم من از جانی شما گردم میگم امسال باد و باران زیاد شد طبیعت هم اینقدر سبزیده است باور کنید نگاه میکنی مست میشه چشماتو میبره ببینید این زیبایی طبیعت ببینید افتخار جان چهار طرف گل چهار طرف گل گل شکوفون یا زیبا حضرت خیام میگن که میخنده عشقان نبود که همچون بلبل نالی هرگاه که بمیری و ننالی عشق است امسال نظر به سالهای پیشتر دیده من این زرک و قات و من این دولانه و من این چیزا همش میوش پر وای انداخته از گلش بسیار زیبا. من سالی گذشته یکمتر کوره از پایان چیندم باور کنید هر وقت یگان کباب دملمه یگان کارتوشکا بیریانی تاجیکی میکنم یکم از بالاش علاوه میکنم اینقدر مزه داره همین وقتی بود که خوریش همین در زمستان هم باشد کو خیال میکنم که در بهار در دامن طبیعت هستم بهترین افتخار لبای هم چی خوراک تیار میکنید توزی حاضر یک کباب دیگه میکنیم حالا من رفته کارتوشکا رو شسته بیارم بسم الله حرکت کنید حرکت کنید بر دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا سید رضا همه سرود زمزمه کنی کنی ما گر نمی آیی به چشم ما بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا خاک در چشمم زند نظاره همچون گردبار ای نسیمی پیرهن دامنی صحرا بیا ای نسیمی پیرهن
منی صحرا بیا سینه را چون لاله از داغ چراغم کردم شب از بزمی نالت ای گلی غنا بیا در دل ما گر نمی آیی به چشم ما بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا در همین مولانا رومی نقل میکنند در همون زمانهای پیش در روم یک نفر از هندوستان میبیاد میگد که یک درختی هست که همیشه سبز است مثلا تا قیامت می سبزد بعد این قصه به گوش یک پادشاه میرسد بعد پادشاه میگوید که مدامی که چنین درختی همیشه سبز باشد باید در یعنی دیار ما هم باشد نه تنها در هندوستان بعد خدمتگارای خود را به جانب هندوستان روان میکند و میگوید که همین درخت سر و اسرارش و نهالش گرفته به مثلا همون منطقه ما بیایید بعد رهسپار میشوند به جانب هندوستان و بالاخره به هندوستان میرسند و پرسجو میکنند میگن که یک درخت بوده است که همیشه سبز بوده است هیچ وقت میوهش مثلا تمام نمیشده است نه زمستان نه تیر ماه یعنی همیشه هم میوه داشته است و هم همیشه سبز بوده است اکثریت حیران میشوند میگویند که چنین مثلا درخت تنها در بهشت است در این دنیا وجود نداره بعد بالاخره این کنیسا یا یاردمچی‌های سلطان به خانه خیرتمند میروند تا همین مسئله را تدبیر کنند نهایت خانه شخصی خیرتمند وقتی که میبیایند خیرتمند قصه را میشنود یک تبسم میکند نمی رنگ خودمانو یک طبیعت نظاره میکند نفس میکشد میگوید میدونی اون درخت چیست اون درخت دانش است دانش است دانش شخصی که بزرگی آموز تا به نگرد روز از روز حضرت رودکی 1150 سال پیش گفتند لیکن ببینید که تا امروز هم همین چیزها رنگی میگویی که همین روز گفته شده باشد سید رضا یک سرودی دیگه زمزمه کنی بسیار میشد تا افقاد شدن ما یک سرود زمزمه کنیم شرح پاور میبیاد البته ای اکس رو خرج اکسر خجم ده داینه دل را شد معجز عیسی اکسر خجم ده داینه دل را شد معجز عیسی تو
توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لب گویا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لب گویا از شرم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه چاه سودای تو دارم بسر وامق عذرا تنها نه زلیخا سودای تو دارم بسر وامق عذرا تنها نه زلیخا از شرم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه چاه سودای تو دارم بسر وامق عذرا تنها نه زلیخا تورل به خیالی سری زلفی تو اسیر رستن نتواند زنجیر بود هر سریم و پای جنون را زان زلف مترا زنجیر بود هر سریم و پای جنون را زان زلف مترا یا خواهش میکنم راستی گپ خوندید الهامم اومد 10 سال جوان شدم یک تای دیگه گیرید مرا دل ز غمت واله جام شیدایی تا مرا گوشنشین کرد غمی تنهایی تا مرا گوشنشین کرد غمی تنهایی یک شب شمی بودم سوی منی غم زده آی که در این کلبه غم سوختم تنهایی که در این کلبه غم سوختم تنهایی دامن از ناز مکش تا نزنم خاک به سر به زلف برباد منه تا نشوم شیدایی نوازش کن در نمازم خمی ابروی تو بر یاد آمد حالتم رفت که را به فریاد آمد در نمازم خمی ابروی تو بر یاد آمد حالتم رفت که را به فریاد آمد
از تو دیوانه شدم در سری راه افتادم خلق عالم بسرم بهر تماشا آمد خلق عالم بسرم بهر تماشا آمد جامیا بس که سخن زان لبی شیرین گفتی توتی طبع تو شد شهره به شکر خواهی توتی طبع تو شد شهره به شکر خواهی مرا دل زگمت والای جان شیدایی تا مرا گوشنیشین کرد غمی تنهایی تا مرا گوشنیشین کرد غمی تنهایی شما دسترخوان پرتوفته همون پامیدور و بادرینگ آورده یک خورش تیار میکردید بسیار خوب میشد. دور خیزت شما همون چیزا بیارید. حالا که سر دسترخوان نشستیم یک لطیفه یک قصه به یادم آمد. یک لطیفه به یادم آمد. یک نفر خانه یک نفر میبیاید و میگوید که همین قدر گرسنه هستم که اگر یگان غذا نبیاری از گرسنگی جان میدهم. بعد صاحب خانه میگوید که اگر تشنه میشدی یک چای تلخ میکردم مینوشیدی. با یک نفر دیگر پس از این میبیاید میگه که همین قدر تشنه هستم که اگر یک آب نبیاری از تشنگی جان میدهم. بعد صاحب خانه میگه که اگر گرسنه میشدی یک کباب به من نمیکردم میخوردی سیر میشدی. مقصد که نه اینش نه اون. نه این نه اون. بله درست است. ما یک دوسه دو بیتی های زرفشان زمزمه کنیم. بسیار خوب میشود. اینم دو بله بله بگیرید کو یک نوازید. فریاد زنم آنم براد آوازم برگردن این نازکی تو دست اندازم برگردن این نازکی تو دستم نرسد بر خون
جانه دشمنات علاو اندازم. آفرین، خوب گفته است، بسیار خوب گفته است. روی مال سری یارم قناتی زاغ است، اما تم زدم گردد دلی من داغ است. من عقبه سر کردم به پشت بورسا، 100 سال گذرد دلم کشانی فرزاد. آفرین آفرین. قد قد زرافشان می روم آبش نیست، ای بچه زرافشانی ببین خوابش نیست. آی بچه زرافشانی بکی دل داده است، در عشق کسی افتاده سو خوابش نیست. شما یک سرو دیگه سرایید، خوراک الکای تیار شد، من میبردارم. بهترین میشه. بسیار خوب. دلبری یگانه من آفت زمانه من، دلبری یگانه من آفت زمانه من. یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من، یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من. هر باده که برخیزد گل بر سری گل ریزد، هر باده که برخیزد گل بر سری گل ریزد. گلش رفت و خارش ما در سینه غبارش ما، گلش رفت و خارش ما در سینه غبارش ما. دلبری یگانه من آفت زمانه من، دلبری یگانه من آفت زمانه من. یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من، یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من. رفتم رهی دور و دور آوردم نهالی گل، رفتم رهی دور و دور آوردم نهالی گل. این گل کجا مونه در حوله مرزا گل، این گل کجا مونه در حوله مرزا گل. دلبری یگانه من آفت زمانه من، دلبری یگانه من آفت زمانه من. یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من، یا مرا ببر به خانه یا بیا به خانه من. نه نه مرحمت. غذای ما هم تیار شد. بله مرحمت. کنی یک بینید که در دامن طبیعت چی خیل شده است، مزهش چی خیل باشه. همون لالایی که در دستتون بود رنگ هوا شده است. دهم بید بود که خوری شد. بله بله. تماشابینان گرامی، شما هم با تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی لذت طبیعت را احساس نمایید.